سردار سیم چیلایه؟ بله. کی نیست؟ همه هستم. خب موضوعی درس امروزه بچه ها سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک ابو عبدالله رودکی درس امروزه ما درباره قصیده شکایت از پیری خب بچه ها در درس گذشته کی تیار؟ سلام شما دستور عمل مکتب‌های میانه عاید تعلیم و تربیت طالب علمان را آموخته اید؟ بله من اینجا چی بود؟ و چرا این پدر و مادر شکایت کرده ایستادن؟ آخر در پیش امتحان ها ایستاده است. چی خیلی میشد این امتحان ها؟ تربیهشون خوب بچه ها اما دانششون کم تا سستر کوشش میکنیم که من آینده بهتر شود. تعلیم و تربیه را درست کنید در پیش امتحان. کوشش میکنیم علی جان. کوشش میکنیم. موضوع درس گذشته غزل بوی جوی مولیون آید نه؟ کنی غزل عجب کردی؟ شین کنی حسن آید غزل عجب کردی؟ شین شما این خدر بسواده آینده چی میشه؟ ها؟ نبیه خیلی سنجا تو همین یک سوال را اقلا جواب چکی من ترا ایسیف بسیف گذرانم همین پرتا ایتی بیزار شد شاعره کلاسیک تاجیکی هم گونگی میرزا ترسونزاده نه رحیم جلی گوش کن صدرالدین عینی نه یک بار خریداری مکتب برو این طرف و اون طرف نگاه کن معینت کار فرما میبینی کیه برو به سواب بسواد با ای درس داده پیش کردم های آتاکه همه خیلی بسوادی میکنی درس خانی نمی شود صدقه همه خیلی پدر شو صدقه همه خیلی سر و لباس شو های بسواد شما فکر نکنه که این امتحان میگذاره تبسم میکنی تا یافتم علی جان کلی نامبر کو کی بوده؟ فراش اوچه اسماعیل